اومدیم به ویدیوی جدید. خب خلاصه که ویدیوی قبلی که چند خونه رو دیدیم اتفاق خاصی نیفتاده، همچنان یه عالم خونه دیگه دیدم، فروشو نگرفتم. اکثرا یا با یه ایجنتی بودم که داشته خونه رو نشونم میداد، نمیتونستم نشون بدم، یعنی روم نمیشده برام کمر ویدیو تیپ anyway. بعد نمیشد، نگرفتم، روم نمیشد و یکی رو رفتیم خوب بود، بعد نبود، خوشمون اومد، ولی خونه محله خیلی بدی بود، از اینایی بود که مثلا تیراندازی میشه و اینا. بعد صحبت از تیراندازی شد، من احساس کنم دیشب ساعت 2 صبح صدای تیر شنیدم، خیلی عجب غریب بود. ولی بعدش دیگه صدای پلیس نیومد، ممکنه مثلا صدای چیز دیگه ای باشه شبیه تیراندازی بوده. anyway این آزادی اسلحه و این چیزا هم این مسائل رو ایجاد میکنه. خلاصه که الان هم دوباره دارم میرم یه خونه دیگر رو ببینم، ولی اومدم که یه چیز دیگر تعریف بکنم. اون چی بود؟ یادم رفت بذار بکنم. 10 ساعت و 3 دقیقه و 2 ثانیه بعد. خیلی این ADHD تو مخ منه، یعنی از موقعی که من تصمیم گرفتم ویدیو رو روشن کنم که بیام یه چیزی رو بگم تا موقعی که بهش برسم که بگم من یادم رفت چی بود و الان یادم نمیاد چی بود. خلاصه الان از هر کار تموم شده، دارم میرم یک استارباکس بشینم، یکم هومورک انجام بدم، بعد برم ساعت 6 وقت گرفتم که برم خونه رو ببینم. فکر اصلا یادم نمیاد چی بود، ولی این خونه الان اون یارو مستاجره هنوز توشه و فکر میکنم بچه‌م خونه رو فیلم بگیرم، مثلا اینکه هست و پرایوسیشون رو نمیخوام چیز کنم به هم بریزم و ممکن خوششون نیاد، مثلا مسائلشون یه عکس خصوصی چیز داشته باشم فیلم بگیرم و برام سخته که بگم میتونم فیلم بگیرم، یعنی حالا اگه تونستم میگیرم. anyway این که دفعه قبلم که گرفتم و اینا تموم شد، ولی من هنوز واقعا دلم با خونه هست که توی DC دیدم، یه خوابم و استدیوه. حالا خیلی چیز خاصی نبود، ولی کلا اون محله خیلی محله جذابیه. پیش روی ترافیک سنگین گزارش شده است. بعد دیگه این که همین دیگه دارم میرم یک کافه بشینم. خیلی هم گرم شده، یه دونه موجی گرما داره میاد. حالا میگم گرم شده 33 درجه الان، به 39 نمیرسه، ولی همین 33 هم واسه اینجا خیلی زیاده. خب به هر حال یه رطوبتی هم داره و بدترش میکنه، ولی هنوز اونقدر مرطوب نیست دیگه. مرطوب بشه عین سونا میشه دیگه، عین سونا، ولی نه به اون شدت نیست، ولی تا 2-3 روز دیگه به 36 میرسه و موج گرماست دیگه. وقتی در مورد ترافیک اینجا صحبت میکنم اینجوری، یعنی حالا به هر حال خیلی قدم به قدم نیست، میشه مخصوصا اگه تصادف بشه که خیلی هم اتفاق میفته. پیش رو پلیس گزارش شده است. مثلا 40 کیلومتر این شکلی. بعد حالا مثلا اینجاش این قسمت 6 لاینه مسیری که من میرم، بعد 2 لاین میشه. بعد دیگه یعنی یه جاش خیلی بد میشه، ولی کلا 1 ساعت خورده‌ای تو ترافیکم هر روز، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت حداقل دیگه. خسته کننده شده، به خاطر این خیلی دوست دارم جابجا بشم. دوست دارم تهران هم بودم، یادم که مثلا یه مدتی که من از شرق و غرب خیلی میرفتم مثلا دانشگاه مخصوصا، ترجیح میدادم یعنی با ماشین نرم و مترو برم. اینجا اوکی با مترو برم، ولی ایستگاه مترو خیلی ازم دوره. دوست دارم خونه که میگیرم توی چیز باشه. خب من داستان اصلا تموم نکردم اصلا، یعنی مغز ADHD من عالیه. داشتم میگفتم که دلیل اینکه این منطقه انقدر شلوغه اینه که کار زیاده، درآمدها هم خوبه، منتها مردم نمیتونن توی DC زندگی بکنن، عباس گرونه اطرافش زندگی میکنن. بعد به جمله خود من و این بزرگراه و این اتوبانایی که اطرافشه خیلی شلوغه، یعنی همش میان میرن مثل تهران. مثلا مردم از اطراف تهران میان داخلش تا مثلا کار و اینا همون شکله، یعنی به همون شلوغی میشه و دور و اطرافش خیلی شلوغ میشه و خاطر یه تراکم جمعیتیه که بزرگراهاش خیلی اذیت کننده است. بعد خود DC زیاد بزرگراه نداره
و اکثرش خیابونه و خیلی چراغ قرمز داره، همش وامسی چراغ سبز شد به دوباره چراغ و خیلی این طول، یعنی این وارد دیسی میشی نیم ساعت 40 دقیقه فقط مثلا یک مسافت خیلی کمی رو بری جلو. از این لحاظ اصلا خوب نیستش. شهریه که هنوز در حال توسعه است و اونطوری که مثلا تو ذهن آدم هست که مثلا آمریکا خیلی پیشرفته است، لابد پایتختش اصلا اونطوری نیست و یه قسمت‌های دمپرنش مثلا چه رنوویت شده و جدیده و تازه ساختن، منتها نه همش اینقدر براشون مهمه که همین تاریخ نداشته رو حفظ بکنن. یعنی ساختمونایی که مثلا 150 سال ماکسیموم پیش ساخته شده دیگه قدیم تر از اون ندارن عملا. اینقدر اون رو خوب نگهداری میکنن، مرمت میکنن، اصلا دهنت باز میمونه. من واسه شرکت ساختمونی کار میکنم، بعد یه دونه پروژه ساخته یه دونه از این ایستگاه‌های برق، توزیع برق بهش دادن و یکی از اونجا یه ساختمونی بوده که با تخریب شه، یکی از دیوارهای اون ساختمون رو ارزیاب تشخیص داده که این ساختمون قدمت داره و نباید تخریب بشه و اگر بخواید بسازی باید اون دیوار رو حفظ بکنی، دورش بسازید، یعنی داخلش بسازید اون دیوار جزوی از نماتون بشه. این در این حال یه دیوار مسخره، خیلی هم زشته، هیچی نداره. بعد یا مثلا یک از این ساختمونایی مثلا قدیمی ترشون اکثرا به آجره اینجا این منطقه، بعد حال جای دیگه شما نرفتم نمیدونم دقیقا، ولی این منطقه خیلی با آجر ساختن، ساختمونای بالای 100 سال، یعنی مثلا اون بله حوالی. بعد یک شرکت هایی هستن تخصصی میان مرمت میکنن، بعد آجر مثلا آجراش نیست خب به هر حال دیگه، اون آجرایی که با اون رنگ با اون شکل پترن و همه چی اون موقع استفاده شده نیست، بعد میان آجرها رو که مثلا هست رو برمیدارن، هر چی که تونستن رو در میارن، اگر لازم باشه قالب درست میکنن، مواد رو عیناً رنگش در میارن، تمام آجرها رو خودشون میسازن عیناً، یعنی بو نمیزنی، اصلا نمیفهمید که اینجا مرمت شده، اینجا اصل نیست. با چه دقتی، با چه ظرافتی و اصلا عالی، واقعا عالیه کارشون. بعد سایت هاشون به چه اصلا انگار کفشون رسیدن، تمیز، بعد همه وسایل ایمنی بپوشن، بعد چقدر مهمه براشون که مثلا اگه یکی کلاش مثلا بیفته بهش چیز میدن، مثلا نوتیس میدن که مثلا تو چرا همچین کاری کردی و دوباره ترینش میکنن، آموزشش میدن که رعایت بکنه و کلی داستان. واقعا خیلی از نظر نظم و انضباط و قوانین پیش رفتن و جلوان. این فرقشه با جهان سوم واقعا. حالا از نظر زیبایی من هنوز میگم تهران واقعا خوشگله، غیر قابل مقایسه است و واقعا شهر قشنگه، ولی یکم جنگله، یعنی واقعا جنگله، مخصوصا تو رانندگی. اینجا اصلا رانندگیش واقعا اصلا سرس نداره و خیلی 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 قانونمنده. این نظرت بنده بود. توی اینستا من سوال کردیم که اجاره ها توی این منطقه‌ای که من دارم توش زندگی میکنم که منطقه‌ای بهش میگن DMV، یعنی D stand for District of Columbia که ایالتیه که واشنگتن دی سی رو در بر میگیره. یعنی واشنگتن دی سی که یک شهر باشه خودش عملا یک ایالت دیستریکت آف کلمبیا. بعد امش از DMV، ام نماد مریلنده و وی نماد ویرجینیا است. منطقه DMV منطقه‌ایه که همش توی یعنی خیلی کوچیکه نسبتاً با اینکه 3 ایالته، ولی یعنی این 3 ایالت هم مرزن و توی یک نقطه به هم رسیدن و این به این منطقه که یک منطقه گرون و خوبی هم هست میگن منطقه DMV. اجاره ها توی این منطقه خیلی بالاست و دلایل خیلی زیادی داره، ولی میخوام اول به شما نشون بدم که چقدر این منطقه قیمتش. سایت زیلو یه سایتیه که توش میتونی انواع خونه ها رو توی این منطقه ببینی. بعد کافیه که مثلا اون جایی که میخواین رو انتخاب کنید. مثلا من واشنگتن دی سی رو وقتی که انتخاب میکنم برای رنت، بذار اول یه سری من میتونم ریموو باندری کنم که هر جایی که بخوام نشونم بده. خب بریم مثلا بخوام
به یه خونه 3 خوابه چقدر اینجا فرضاً. حالا بگیم مثلا 2 خوابه، یه آپارتمان 2 خوابه یا هر چیز 2 bedroom 2 تا خواب، حالا دستشویی حمومش هم حالا از هر چی، یعنی یکی 1.5 تا یا 2 تا 1.5 یعنی که یه حموم کامل با یک سرویس مهمان. بعد تایپ خونش هم میتونه هاوس باشه، میتونه آپارتمان باشه یا میتونه تاون هوم باشه که تاون هوم ها مثل یه هاوس کامل، خونه یه ویلایی هم که همسایه داره از 2 طرف، ولی هاوس از همه طرفش آزاده. بعد میتونیم حالا بریم توی این منطقه. ببینید این قسمت خچین دیستریکت آف کلمبیا است که واشنگتن دی سی این قسمته. بعد دیگه این بالای دیستریکت آف کلمبیا میشه مریلند و زیر این رودخونه که مرزه که اسمش هم پوتومکه این قسمت میشه ویرجینیا. بعد قیمت های این منطقه خیلی بالاست، میتونیم بریم رو، یعنی بریم نزدیکتر زوم کنم. مثلا من این طرفا خیلی دوستم خونه بگیرم ولی ناگهان قیمت ها 8.5 یعنی $8,500 برای یک هاوس باید باشه. این کامپیوترم اسلو شده ولی $8,500 برای اجاره یک هاوس این احتمال زیاد، تا 3,500 تا 6,000 تا 5,300 $. اینا اجاره ماهانه است. به زور داره باز میشه. خب مثلا یه هاوس بزرگه 5 تا خواب داره، بعد خب اسکوار فوتیجش یعنی مساحتش خیلی بزرگه. به هر حال این قیمت ها تو این رنجن، یعنی حداقل در بدترین حالت میبینید تازه 2 خواب است. من دوست داشتم که 3 خوابه بگیرم، حداقل از $3,000 مثلا $9,800. این منطقه خوبیه. بعد بریم سمت مثلا ویرجینیا. این پایین کامپیوترم انقدر استوک همکاری هم نمیکنه. این منطقه هم خیلی گرونه. اینجا آرلینگتون و اینجا آرلینگتون میشه. اینجا دقیقا نمیدونم اسمش چیه. بعد اینجا هم گرونه. بعد اینجا هم جای خوبیه. ببینی اون قیمته 9,000 تا 7,500 4,600 3,200 2,800 همه جوره هست. یعنی نرخ یا اول فصل این چی 25,000 تا علکیه. کی 25,000 تا ماهی اجاره میده اونجا؟ بعد مثلا میزنم که چقدر. او واو، یه خونه بسیار بزرگه. این خونه خیلی بزرگ. بعد بالاترش هم مثلا توی دیگه مثلا حالا اگه دور بشی از سمت دی سی بری بالاتر یا بری پایین‌تر همینجور ارزان‌تر میشه. خب مثلا این 5 خوابه و 9 تا حموم دستشویی که $25,000 بود. این خیلی خونه گرونی بود. اون منطقه خیلی گرونیه. بعد پسرش هم این بالاها بود خونش سمت پوتومکه. بعد این منطقه پوتومکه که مثلا منطقه بتستاست که اینجا هم خیلی گرونه. مثلا خونه حداقل $4,000 هستش. قیمت اجارش می‌بینید که به 5,800 5,600 3,500 اینا مثلا دیگه 10,000 تا. اصلا رقم ها خیلی وحشتناک و فضایی هستند که دقیقا نمیتونم مثلا چجوری ملت میدن اینو دقیقا چه کاری دارن، چه سبک زندگی رو دارن که توانش رو دارن. ولی دیگه کسایی که نمیتونن و دورتر از دیسی زندگی بکنن و یه مسیری رو دوباره برن و بیان. خب مثلا وقتی که دورتر میشه مثلا حالا فرزن مریلند دیگه میره سمت راکویل، این برها خیلی خوب نیست. یعنی از نظر شهری سمت راکویل خیلی بهتر و نوسازتر و شیک و پیکتره و دیگه گیترزبرگ میره پایین. ولی مثلا تو این منطقه راکویل باز گرونه. بعد که دیگه میرد میشه میره سمت گیترزبرگ قیمت ها میاد زیر $3,000 برای یه خونه 3 خوابه. باز هم مثلا بهتر میشه از پس مخارجش برامن. ولی دیگه مثلا میره سمت دی سی دیگه روی $4,000-5,000 باید حساب بکنی برای یه 3 خوابه. حالا این 3 خوابه میتونه مثلا شیر بشه بین افراد دیگه، ولی عملا یه خوابش مثلا 1,300 اینا میفته برای هر نفر حداقل. هم 1,200 اینا یه اتاق برای هر نفر میفته. مثلا اگه بخواید چند نفری با چند تا دوستاتون یه خونه رو اجاره بکنید. خلاصه
بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. مرسی. یک ساعت بعد خب رفتم خونه رو دیدم، بعد رفتم نشستم و 6 ساعت 6 قرار داشتم. بعد اون آقایی که قرار بود به من نشون بده تو پیام داد که من زودتر رسیدم و کارم زودتر تموم شده و اگر مثلا هستی و اینا من منتظرتم. منم گفتم من نزدیک نشستم، پس همیشه میام که ببینم این زودتر میام منم. بعد رفتم دیدم اون خونه خیلی 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 شلخته شلوغ بود، بخاطر اینکه خب دارو اینجا زندگی میکردن و اینجا هم اکثرا بسیار شلخته و خونهاشون به هم ریخته است. 4 تا بچه کوچیک داشتن و خیلی خیلی به هم ریخته و کرکسی بودن. منتها خونه لوکیشنش خیلی خوبه، یعنی محل خوب بود، لوکیشن خوب بود. گفت قرار رنگ بزنیم توش تمیز بشه و خب یه بونسه، یعنی یه مزیت خوبی که قرار رنگ بخوره و تمیز بشه. آشپزخونه‌اش خیلی کوچیک بود ولی به نظرم یه دونه کابینت دارم، کابینتم رو قرار بود بفروشم، نمیفروشم احتمالاً. بعد جا هست و میزم احتمالاً میفروشم، یه میز گرد میگیرم با صندلی و که مثلا فضا اندازه باشه براش. بعد که دیگه اینجوری اوکی میشه نظرم، یعنی اونقدر دیگه بیشتر نمیخوام. و یه کمد کاملم داشت برای میشه به عنوان اینجا بهش میگم پنتری، یعنی میتونی خوراکیات و این چیزات رو بذاری دیگه بازم اوکی باشه. بعد کنار میشه یه جا بود دیگه، جا بود که آدم بتونه تمیز کنه و میتونم کابینت و کمد و این چیزا اضافه کنم اون فضا چیز میشه، یعنی خیلی اوکی میشه و از اون بابت به نظرم نگرانی نیستش. بعد لندلوردش این صاحب خونهش همون صاحب خونه اومد یه شرکت داشت که گفت چند تا 5-6 تا من اینجا چیز دارم، ملک دارم و یعنی بیزنسش این بود که میومد از نهی بود که یه عالم ملک خریده برای خودش. بعد با اجاره و مدیریت اینا زندگی میکنن. کار خیلی خوبیه، بیزنس خودشون قطعا آدم پول داره بزنن میرسه دیگه، خیلی لاتی باتی بود. دیگه اینکه به نظر در کل خوب بود، سقفش کوتاه بود، تاریک بود یکم و الان هم که داره غروب میشه نمیشه گفت. حیاط خوبی داشت، اتاق 3 تا بود، پایین یه اتاق دیگه داشت، عملا 4 تا بود. بعد در کلش بعضا خوب بود. اپلای میکنم اینو، به نظرم از چیزای دیگه و از جاهای دیگه که رفتم در مجموع امتیاز بهتر میگیره، با اینکه کوچیک بود ولی برای من یعنی قیمتش هم خوب بود نسبتا، تو رنج اوکی. جاش خیلی خوبه، یعنی جاش نزدیک مترو، بدون مترو هم دسترسی خوب و تو منطقه شهریتش هم خیلی خوب بود، تمیز بود، خلوت بود و نمره خوب میگیره در کلش. آره دیگه اینو اپلای میکنم، امیدوارم بگیره. فقط یه بعدی که داره 1 آگوست تحویلم میده که حدود 1 ماه و نیم دیگه است. توی یعنی حالا به صاحبخونه اگه اینو کانترکت امضا کردم میگم که میخوام اول آگوست برم. بعد لیز من یعنی اجاره نامه‌ام تا 30 ماه تمدید میشه. حالا باید باید صحبت کنم که بودم یه 2-3 روزه واسه من اوکیه که مثلا حالا اجاره نگیره و من برم بیرون و برم اینا، یا مثلا میخواد اون چند روز رو هم با من حساب بکنه. حالا بخواد حسابم بکنه پولی نیستش میدم، ولی دیگه باید بشنم برنامه ریزی کنم که ببینم که میخوام دقیقا چی کار بکنم دیگه. اینجا هم اینو کات میکنم، احساس میکنم خیلی حرف زدم. مرسی که این بلاگو نگاه کردی، لایک و فالو و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنونم از محبتتون و خدا نگهدار.